بابا اجتماعات رو این مردم به وجود میارن، راهپیمایی ها رو اینا به وجود میارن، بار گرانی بر دوش ایناست. اون کسی که پول داره از بیت المال میگیره که گرانی رو نمیفهمه. اون وقتی هم که بگن مردم کم مصرف کنید تا یه اندازه گرانی بشکنه، باز اینا کم مصرف میکنن. اونا مصرفشون روز به روز زیاد میکنن. بیکاری مال اینها، گرانی مال اینها، سختی مال اینها، باطره اقتصادی ضررش مستقیما متوجه توده مردم. آخرش هم هیچ کاره مملکت پولشون رو بدن به این مسئول و اون مسئول بخورن و به ریش انقلاب و این مردمی که برای انقلاب جان دادن و خون دادن بخندن. این قابل تحمله؟